درود و عشق دوستای عزیزم. تو این ویدیو قراره به طور کامل درباره سیارک‌های مربوط به پول صحبت کنیم و اینکه چطور میتونیم با کمک این سنگ‌های آسمانی ثروتمند بشید یا شرایط مالی سخت رو مدیریت کنید. خب بیاین شروع کنیم. تو این ویدیو قرار 11 سیارک برتر مربوط به پول در نجوم رو بررسی کنیم. اینکه چطور اونها رو توی چارت تولد یا زایچه خودتون پیدا کنید و هر کدومشون چه معنی برای حساب بانکی شما دارن. شاید شنیده باشین که میگن میلیونرها از نجوم استفاده نمی کنن، میلیاردرها استفاده میکنن. این جمله درسته. خب 11 سیارک برتر پولی. اول از همه سیارکی داریم که از نظر فنی یه سیارک طبقه بندی شده ولی در عین حال یک سیاره کوچیک هم به حساب میاد. سرس. این سیاره نماد پرورش دهندگیه اما همچنین با پول و دارایی‌های مادی هم ارتباط داره. این سیارک یه سیاره کوچیک نقش خیلی مهمی ایفا میکنه. جالبه بدونین که اولین سیارک کشف شده هم هست و به همین دلیل با شماره 1 شناخته میشه. بعدش میرسیم به سیارکی به نام مانی یعنی پول. سیارکی به اسم بنکس که مربوط به برنامه‌ریزی مالیه. ماکی که اون هم یه سیاره کوچیک محسوب میشه و در نجوم به عنوان سیارک هم استفاده میشه. نماد تجلی و جذب پوله. سیارک فراوانی. بعد این 3 خواهر نماد کامیابی هستن: فورچونا، تایچی، آلما. خدای شانس یا گانشا. لمس خوششانسی، میداس. نماد شهرت و حرکت‌های مالی بزرگ. خب چطوری این سیارک‌ها رو چارت تولدتون پیدا کنید؟ برید به سایت astro.com. این یه وبسایت رایگانه. اگه پروفایل ندارید یکی بسازید. از منوی بالای سایت گزینه هوروسکوپ رو انتخاب کنید. بعدش برید روی گزینه Extended Chart Selection. اطلاعات تولدتون رو وارد کنید. بعد تا پایین صفحه اسکرول کنید. تو بخشی هست به اسم Additional Objects یا اشیاء اضافی. یه کادر کوچیک پایین اون بخش هست که روش نوشته Manual Entry یا ورود دستی اطلاعات. اونجا این شماره هایی رو که میخونم وارد کنید: 9004 1981 2415 113 258 19 151 136472 13956 7782 و عدد 1. بعدش روی دکمه شو چارت کلیک کنید تا ببینید این سیارک ها در لحظه تولد شما در کجا قرار دارن. اینها بهتون نشون میده که چه بخشی از زندگیتون برای برنامه‌ریزی مالی، تجلی ثروت یا کار کردن روی رابطتون با پول هماهنگ‌تر هستش و همچنین چه موانع یا سطح‌هایی ممکنه در ارتباط با پول وجود داشته باشه. وقتی چارت رو دیدید میتونید رو دکمه آبی رنگ در گوشه بالای راست ضربه بزنید که نوشته ویت ترانزیتس. این بخش بهتون نشون میده که این سیارک ها الان کجا هستن و چه تأثیری روی چارت تولد شما دارن. این میتونه اطلاعات جالبی درباره فعالسازی های کیهانی فعلی بهتون بده. خب حالا بریم سراغ این که همه اینها چه معنی دارن. وقتی جایگاه همه سیارک های پولی رو در چارت تولدتون پیدا کردین و توجه ویژه‌ای داشته باشید به سیارک هایی که با یه سیاره یا جسم نوری مثل خورشید یا ماه فاصله‌ای بین 0 تا 5 درجه دارن. این نزدیکی باعث تقویت انرژی اون سیاره در رابطه با پول میشه.
این میتونه خیلی سودمند باشه اگه مثلا با ونوس، ماه یا مشتری همراستا باشه. اما اگه با زحل، مریخ یا پلوتو همراستا باشه میتونه نشان دهنده چالش‌هایی در زمینه مالی باشه. اگر یکی از این سیارک‌های پولی در زاویه 120 درجه نسبت به سیارات تولدی شما قرار داشته باشه نشونه هماهنگیه. اگه زاویه 90 درجه یا 3 نشان زودیاکی فاصله داشته باشه نشون دهنده تنش و چالشه. اگه زاویه 180 درجه‌ای داشته باشه دقیقاً مقابل سیارات شما قرار داره. همچنین یه گره شمالی جنوبی تولدتون هم نگاه کنید. ببینید آیا هیچ کدوم از این سیارک‌های مالی در کنار یا روبروی گره‌های شمالی و جنوبی قرار داره یا نه. این میتونه اطلاعات مهمی درباره مسیر رشد روحی و مالیتون بده. این موضوع میتونه نشان دهنده چالش‌های مالی در زندگی‌های گذشته باشه یا اینکه بخشی از درس‌های کارمایی شما در این زندگی یادگیری چگونگی مدیریت چالش‌های مالی، اجازه دادن به خود برای دریافت فراوانی بیشتر، ایجاد جریان‌های درآمدی غیر فعال و غیره باشه. همچنین سیاره زهره یا ونوس یا پلوتون و سیارک‌های مربوط به پول که در یکی از زوایای مهم چارت تولد شما قرار دارن نیز بسیار حائز اهمیته. زاویه‌های مهم شامل صعودی، تاله یا خانه اول، نزولی، رأس خانه هفتم، نقطه آی سی ابتدای خانه چهارم، رأس خانه سوم یا چهارم و نیز میانه آسمان، رأس خانه نهم یا دهم هستند. همچنین بررسی سیارک‌های مالی در خانه‌های مالی نیز بسیار مهمه. خانه دوم امور مالی شخصی، خانه ششم روتین‌های کاری و عادات سلامت روزانه، خانه هشتم بدهی‌ها، مالیات‌ها، پول دیگران، پول شریک زندگی و خانه دهم میراث، جایگاه اجتماعی و مالی شما، شهرت عمومی، نه تنها در شغل بلکه در امور مالیه. نکته فرعی دیگه اینه که اگه شما صاحب کسب و کار هستید، بررسی سیارک‌های مالی در خانه 11 که مربوط به درآمد حاصل از کسب و کار خیلی مهمه. حالا بیاییم وارد معنای هر کدوم از این موارد بشیم. اولین سیارک فراوانی. این سیارک نماد فراوانیه. در زبان عبور این سیارک انرژی فراوانی رو تحت تاثیر قرار میده که میتونه به نفع ما باشه یا برعکس، بسته به اینکه از کدام بخش چارت عبور میکنه. این سیارک انرژی شبیه به مشتری داره. مشتری خوششانس و گسترش دهنده است. فراوانی میتونه هر چیزی رو چه خوب و چه بد بیشتر کنه. در حالت بازگشتی انرژی فراوانی میتونه تغییر کنه و مسائل گذشته مربوط به رابطه شما با پول و وفور دوباره ظاهر میشه. در چارت تولد نشانه و خانه‌ای که این سیارک در اون قرار داره نشون میده در کدام بخش از زندگی و چگونه از انرژی فراوانی بهره مند میشین یا با اون کار میکنین. جنبه هایی که سیارک فراوانی یا سیارات دیگه در چارت شما میسازن میتونه نقاط قوت یا چالش هایی رو در ارتباط با فراوانی نشون بده. دومین سیاره فورچونا یا شانس کلی. سیارک شماره 19 نشان دهنده شانس و بخت عمومیه. در ترانزیت این سیارک میتونه میزان شانس یا بدشانسی رو تحت تاثیر قرار بده. در حالت بازگشتی ممکنه این انرژی شانس کاهش پیدا کنه یا مسائل قدیمی دوباره مطرح بشن. شما میتونین روی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه خودتون و رابطتون با پول و شانس کار کنین. در چارت تولد فورچونا نشون میده در کجا و چگونه خوششانس هستید از طریق نشانه و خانه‌ای که در اون قرار داره. ناحیه‌ای از زندگی که انرژی شانس رو فعال میکنه و همچنین جنبه‌های اون با سیارات دیگه میتونه شدت این انرژی رو تقویت یا تضعیف کنه.
ما همه افرادی رو میشناسیم که انگار پول از آسمون براشون میباره. برخی دیگه باید بسیار سخت کار کنن و برخی دیگه همیشه انگار بی پولن. این سیارک میتونه نشون بده که چه چیزی در پس این تفاوت‌ها قرار داره و چگونه میتوان با اون انرژی کار کرد. سومین سیارک، شانس ناگهانی. نماد شانس ناگهانی تصادفی و غیر منتظر است. در ترانزیت این سیارک نشون میده که آیا این شانس ناگهانی به نفع شانس ناگهانی هست یا نه، که شانس هدفمندتری داره یا نه. در چه ناحیه‌ای از زندگی ممکنه این اتفاق بیفته برخلاف شانس‌های لحظه‌ای و اتفاقی. در چارت تولد نشانه و خانه‌ای که این سیارک در اون قرار داره نشون میده که در کجا و چگونه شانس ناگهانی برای شما ظاهر میشه. جنبه هایی که این سیارک میسازه میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه این شانس ناگهانی برای شما سازنده است یا مخل و شما چگونه اونو مدیریت میکنید. سیارک بعدی، آلما. این سیارک نشون دهنده شانس نامحدوده، اما این شانس نامحدود فقط بعد از کار سخت فراوان به دست میاد. شبیه اینه که در نهایت دارید نتیجه زحماتی رو که کشیدین درو میکنید. تمام کارها رو انجام دادین و حالا دارید پاداش میگیرید. پس این شانس خوب، شانس به دست اومده و مستحق شده است. در حالت ترانزیت آلماسیا میتونه تأثیر بذاره به این که کاری که مدت زیادی براش تلاش کردیم به نتیجه خوششانسی ختم بشه یا نه. اگه این سیارک در حال عبور از سیاره‌هایی مثل مشتری یا خورشید باشه میتونه سودمند باشه، اما اگر سیاره‌هایی مثل زحل یا مریخ عبور کنه ممکنه چندان سودمند نباشه. در نمودار تولد یا چارت تولدتون آلما نشون میده که بر اساس جایگاه خانه ها در چه حوزه هایی از زندگیتون و چطور میتونین با تلاش زیاد و طولانی پاداشی بزرگ دریافت کنین. بعضی از جنبه هاش هم میتونه نشون بده که کجاها کمک میگیرید، کجاها با چالش مواجه میشید. آلما تماما درباره نتیجه گرفتن از سخت‌کوشیه. حالا میرسیم به گانش، سیارک مرتبط با ایزد شانس. این ایزد هندو، گانشا یا گانش معمولا برای شانس در امور مالی پرستیده میشه. در زمان عبور گانشا میتوانند روی شانس و پول ما تأثیر بگذارند. اگر در حالت برگشتی باشه این شانس ممکنه سرکوب بشه و مسائلی از گذشته برای رسیدگی بروز کنه، مثل تجربیات کودکی، زندگی‌های گذشته یا نیاز برنامه‌ریزی ذهن ناخودآگاه و حتی رابطتون با پول و شانس. در نمودار تولد جایگاه سیارک گانشا نشون میده که در چه حوزه‌ای و چگونه شانس کلی و شانس مالی دارید. جنبه ها میتونن مشکلاتی که بر اونها غلبه کنید یا مهارت هایی که کمکتون میکنه رو نشون بده. سپس میرسیم به میداس، سیارک لمس طلایی. این برمیگرده به داستان میداس که هرچه لمس میکرد به طلا تبدیل میشد. میداس نشان دهنده همان لمس خوششانسیه که هر کاری که انجام میدین به وفور، جریان نقدی یا ثروت تبدیل میشه. در حالت عبوری میداس میتونه این لمس طلایی رو تقویت یا تضعیف کنه. میداس در حالت برگشتی کمی عجیب و غریبه و ممکنه مدت طولانی در حالت برگشتی بمونه. پس تأثیرش در این حالت ممکنه کمتر از زمانی باشه که مستقیم حرکت میکنه. در چارت تولد میداس نشون میده که چگونه و کجا شما این خوشبختی رو، این خوششانسی رو لمس میکنید. جنبه ها نیز نشون میدن که کجا کمک بیشتری دارید یا با چالش ها مواجه هستید. دانستن این اطلاعات مفیده تا بتونیم با عناصر درون چارت تولدتون برای تجلی خواسته ها و موفقیت کار کنیم. میدونم که تجلی بدون کار سخت توهمه، پس به هر دو نیاز داریم. حالا میرسیم به سیارک مانی یا پول که معنی لغویش پوله و دقیقاً هم به صورت مانی تلفظ میشه.
در زمان عبور این سیارک میتونه روی پول و امور مالی چه خوب چه بد تاثیر بذاره. زمانی که حالت برگشتی باشه ممکنه به نظر برسه مسائل مالی بیشتری دارید یا تمرکز درونیتون روی پول بیشتره. در چارت تولد سیارک مانی نشون میده که چگونه با توجه به نشانه زودیاک و کجا شما پول دریافت میکنید یا خرج میکنید و کدوم جنبه های زندگیتون بیشتر با مسائل مالی در ارتباطه. جنبه ها میتونن تاثیر زیادی بر رابطه شما با پول و امور مالی داشته باشن. در نهایت میرسیم به سیارک بنکس، سیارک مدیریت مالی. این مربوط به پس‌انداز، سرمایه گذاری، برنامه‌ریزی مالی بلند مدت و تصمیم گیری های مالیه. گاهی حتی به معنای واقعی کلمه بانک ها رو هم شامل میشه. بسیاری از افرادی که این سیارک رو در خانه دهم دارن در حوزه مالی فعالیت میکنن یا اگر در خانه ششم باشه باز هم در نوعی کار مالی هستن یا شاید در بازار سهام یا رمز ارزها باشن. آنها واقعا به مدیریت پول، سرمایه گذاری، بانکداری و وضعیت بازار علاقه‌مندند. در زمان عبور سیارک بنکس میتونه روی توانایی‌های ما برای گرفتن تصمیم‌های مالی هوشمندانه تاثیر بذاره. وقتی در حالت برگشتیه باید بیشتر دقت کنیم و مسائل گذشته‌ای را که بر توانایی ما در مدیریت بودجه و پول تاثیر گذاشتن بررسی و رفع کنیم. حالا در نمودار تولد شما سیارک بانک به شما نشون میده چگونه و کجای مدیر مالی هستید، چگونه و در کدوم بخش از زندگیتان پس‌انداز کننده یا برنامه‌ریز مالی هستید که این از طریق نشانه برج فلکی، موقعیت در خانه‌های طالع و همچنین جنبه‌های مختلف سیارات مشخص میشن. این موارد به شما نشون میدن که تمرکز اصلی در کدام حوزه از زندگیتونه. سپس سیاره کوچک ماکی ماکی رو داریم. این سیاره و سیارک با تجلی پول و توانایی ما در جذب پول در زمانی که میخواهیم یا نیاز داریم در ارتباطه. زمانی که آگاهانه روی اون تمرکز کنیم، ماکی ماکی همچنین به عنوان اکتاو بالاتر اورانوس در نظر گرفته میشه. بنابراین کاملا به دریافت‌های شهودی و الهامات از ابعاد بالاتر مربوط میشه. مثل اینکه چه زمانی برای خرج کردن مناسبه، چه زمانی باید پس‌انداز کنیم و چگونه باید این مسیر رو مدیریت کنیم. در واقع ماکی ماکی به کار با پول به عنوان یک ابزار مقدس میپردازه. میدونم که برای بسیاری از مردم پول بار معنایی منفی داره، اما پول فقط شکلی از انرژیه که میتونیم آگاهانه با اون کار کنیم یا اگه مراقب نباشیم میگذاریم بر زندگیمون مسلط بشه. در عبورهای سیاره‌ای ماکی ماکی میتونه بر تجلی و جذب پول تاثیر بذاره. تقریبا به همون اندازه که در حرکت مستقیمه در حرکت بازگشتی هم هست. در حرکت بازگشتی ممکنه تفاوت زیادی احساس نشه، اما گاهی نیازه که گره‌های روحی یا کارمایی باز بشه. در نمودار تولد شما ماکی ماکی میتونه نشون بده که چگونه و در کجا پول جذب میکنید و جنبه‌های آن میتونه بر توانایی شما در این کار تأثیر بگذاره. ماکی ماکی بسیار آهسته حرکت میکنه، حتی آهسته تر از پلوتو. بنابراین جایگاه در خانه‌های طالع مهمتر از برج فلکی اونه. این جایگاه خانه‌ای نشون میده کدوم بخش از زندگی شما برای جذب پول ارزش داره و باید روی اون تمرکز کنید. برای مثال اگه این سیاره در خانه 8 باشه که به پول دیگران، بدهی، مالیات، ارثیه، لایه‌های عمیق روان و چالش‌های سلامت روان مربوطه. باید به طور ویژه‌ای مراقب سلامت روانتون باشید زمانی که روی جذب پول کار میکنید. نباید اجازه بدید افکار منفی وارد ذهنتون بشه. برای برخی افراد ممکنه ماکی ماکی در خانه 9 خانه سفرهای دور در حال عبور باشه. در این صورت وقتی قصد سفر دارین یا به سفر میرین در جذب پول برای این کار ماهر هستین و پول به راحتی برای اون هدف جذب میشه. بنابراین دانستن جایگاه ماکی ماکی در خانه ها میتونه بسیار مفید باشه تا بدونید بعد روی کدوم بخش از زندگیتون برای جذب پول بیشتر تمرکز کنید. سپس سیارک
راکوفیلیا رو داریم. درباره این افراد هرچه میخواهید بگویید، اما در علم ستاره شناسی این سیارک مربوط به حرکات مالی بزرگ و شهرت است. گاهی هم با شهرت مرتبط دانسته میشه. یعنی پولهای بادآورده، مبالغ کلان، معاملات مالی عظیم مانند خرید یه جزیره یا جت شخصی به این سیارک مربوط میشه. در عبورهای این سیاره میتونیم بر تصمیمات حساب شده‌ای که منجر به درآمدهای کلان میشه تأثیر بگذاریم، مثل سرمایه‌گذاری‌های عظیم یا شهرتی که به درآمدهای حتی بزرگتر میانجامه. وقتی در حال بازگشتیه، تمرکز بیشتری بر خلق ارزش و سرمایه‌گذاری روی خود و رشد شخصی داره. این دوره میتونه گاهی به ضررهای مالی یا سرمایه‌گذاری‌های بد منجر بشه. در نمودار تولد این سیارک میتونه نشون بده که در کجا و چگونه به پول و شهرت میرسید و جنبه‌های میتونه بر توانایی شما در این مسیر اثر بذاره. جایگاه در خانه‌های طالع و حاکم اون خونه نشون میده که در کدام بخش از زندگی این امکان بیشترین احتمال رو داره. اگه در خانه اول، دوم، ششم، دهم و گاهی هشتم باشه میتونه بسیار مفید باشه. اگرچه گاهی خانه هشتم هم چالش برانگیزه. خب دوستای عزیزم، این یه مرور سریع از 11 سیارک برتر پولی بود. اگه دوست دارین اطلاعات بیشتری درباره سیارک‌های پولی یا هر جنبه شگفت انگیز دیگه در طالعتون بدونید و پیدا کنین، خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنین. ممنونم از شماها و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.